الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازدواج کردن یکی از نیازهای بشری و یک ضرورت انسانی هست و آرزوی هر دختر و پسر جوانی هست که همسری مناسب بتوانند برای خودشون انتخاب بکنند و زندگی سعادتمندانه‌ای را داشته باشند. این حق هر انسانی هست که سعی و تلاش بکند که بهترین گزینه را انتخاب بکند و بهترین همسر و شریک زندگی را برگزیند تا اینکه زندگیش پر از آرامش و سعادت بشود. در این زمینه، در زمینه انتخاب همسر، معیارهای متعددی وجود دارد. هر انسانی بنابر اولویت‌هایش و بنابر جامعه‌ای که در آنجا زندگی کرده، خانواده‌ای که در آن بزرگ شده، نیازهای شخصی و روحی و روانی خودش یک معیاری رو برتر قرار می‌دهد و با یک معیار خاصی می‌خواهد که همسر آیندهش را انتخاب بکند، اعم از دختر یا پسر. رسول الله صلی الله علیه و سلم به دختران و پسران جوان یک توصیه را فرمودند و یک معیاری را برایشون توصیه کردند و مشخص کردند که این معیار را در هنگام انتخاب همسر مد نظر قرار بدهند. در روایتی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیان کرده و این روایت متفق علیه هست، در بخاری و مسلم آمده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاظفر بذات الدین، همسری متدین انتخاب بکن. این یک اصل هست، یک قاعده هست در انتخاب همسر و شریک زندگی. رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله را در ضمن یک حدیثی برای ما بیان فرمودند. این قاعده فاظفر بذات الدین که همسری متدین انتخاب کن، یک جمله هست از یکی از احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تنکح المرأة لاربع، زن معمولاً با 4 معیار انتخاب می شود. کسانی که خواستگاری می روند معمولاً 4 گزینه و 4 معیار را مد نظر دارند: لمالها و لحسبها و جمالها و لدینها. همسر رو انتخاب می کنند یا به خاطر مالش، ثروتی داشته باشد، خود اون دختر یا خانوادهش، یا حسب و نسبی داشته باشند، شرافت اجتماعی و موقعیت بارز اجتماعی داشته باشند، یا این که دختر صاحب جمال باشد، دختر زیبایی باشد، بدین خاطر انتخابش میکنند. و برخی دیگر هم بحث دیانت را مقدم میدارند. این 4 مورد و 4 گزینه هست که معمولا در انتخاب همسر مد نظر انسانها و جوانان هست. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فاظفر بذات الدین، همسری متدین انتخاب بکن. از این 4 گزینه و از 4 انگیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم انگیزه 4م را و دیانت را برگزیدند که شما باید بر این اساس همسر آینده خودتان را انتخاب بکنید. اینها انتخاب مردم هست. برخی مردم همان گونه که عرض کردم به خاطر نیازی که خودشان دارند یا به خاطر تربیت خانوادگی و اجتماعی خودشان و مسائل دیگر چه بسا دنبال همسری بگردند که مال و ثروت داشته باشد. برخی دیگر میخوان همسر آیندهشون
و زنشان دارای حسب باشد، از یک قبیله و یک فامیل و خانواده سرشناسی باشد و برخی دیگر هم سراغ جمال و زیبایی ظاهری می روند. معیارشون صرفاً و فقط زیبایی ظاهری هست. هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد. حرام نیست که انسان دنبال این انگیزه ها باشد. حرام نیست که انسان در پی این باشد که با دختری ثروتمند یا با دختری صاحب حسب و نسب ازدواج بکند، یا این که دنبال همسری زیبا و آراسته باشد. این حق مسلم هر جوان هست، این اختیار را دارد. اما آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و شما تأکید کردند و آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان معیار برتر برای ما معرفی کردند، این هست که شما دیانت را و اخلاق را فدای مال و ثروت و زیبایی ظاهری نکنید. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زنانی که عابده هستند، اهل دین هستند، متدین هستند، اینها زندگانی شما را حفظ می کنند، شریعت اسلامی را اجرا می کنند و همکار شما خواهند بود و شما را یاری می دهند در راستای تدین و زندگی سعادتمندانه. مال و حسب و جمال چه بسا که از بین بروند. مال و ثروت یک چیزی هست که نمیتواند معیار قرار بگیرد. اگر جوانی صرفاً به خاطر مال و ثروت یک خانواده‌ای برود و با آنها وصلت بکند، چه بسا فردا فقیر بشوند. این جوان دچار افسردگی می شود. تمام آرزویی که داشت، تمام رؤیاهایی که داشت، همه نقش بر آب می شود. چه بسا دنبال حسب باشد و دنبال نسب باشد و خود اون مرد شاید در این درجه نباشد، از نظر اجتماعی در درجه پایینتری قرار داشته باشد. چون این انسانی در ازدواج خودش هم موفق نخواهد بود. به هر بهانه‌ای و به هر مناسبتی زنی که از نظر شرافت قومی و اجتماعی و از نظر نسب و حسب برتر هست، سرکوفت میزند به شوهرش که و منت میگذارد که من تو را انتخاب کردم، قبولت کردم. این منت از آن تو نیست که مرا به همسری برگزیدی، بلکه زن میگوید که من بر تو منت دارم که راضی شدم به تو. و جمال ظاهری هم قطعاً به مرور زمان از بین خواهد رفت و نمیتواند معیار درستی باشد. اما بحث دیانت و بحث اخلاق، بحث دینداری یک مطلبی هست که هرچند زمان بیشتری بر آن بگذرد، هرچند زندگی مشترک بیشتر ادامه پیدا بکند، مهر و محبت در میان زوجین رو بیشتر می کند، نه این که از آن کاسته بشود. وصلتی که بر اساس مال شده، هرچند که مال کمتر بشود، مهر و محبت هم کمتر می شود. وصلتی که به خاطر جمال بوده، به مرور زمان که جمال از بین برود، زیبایی از بین برود، مهر و محبت از بین می رود. وصلتی که به خاطر نسب و حسب بوده، با گلایه ها و سرکوفته ها این زندگی تبدیل به جهنم می شود. اما کسانی که معیارشون دیانت بوده، اخلاق بوده و وارستگی و تقوا بوده، هرچند این زندگی بیشتر ادامه پیدا بکند و زن و شوهر بیشتر در کنار هم دیگر باشند، عمر طولانی تری رو الله متعال نصیبشان بکند، آن مهر و محبتشون بیشتر خواهد شد و این دیانت روز به روز در واقع برای آنان
محبت بیشتری را و صمیمیت بیشتری را و آسایش و سعادت بیشتری را رقم خواهد زد. قطعاً هیچ انسانی خالی از عیب نیست. تمام انسانها می توانند و قطعاً هم این گونه هست که یک سری معایبی رو دارند، مگر خود همین جوان و پسری که میخواد به خواستگاری برود تمام معیارهای جمال و کمال را دارد، پیراسته از هر گونه عیب و ایرادی هست که دنبال دختری میگردد که این همه صفات و خوبی ها را داشته باشد. اما باز هم انسان مکلف هست اهم از دختر یا پسر که در معیارهایشون دقیق باشند. زیبا هست اگر کسی رو الله متعال این سعادت نصیب بکند که همسرش هم مال داشته باشد، هم حسب و نسب داشته باشد، هم جمال داشته باشد و هم دین داشته باشد، این که نور علی نور هست. اما وقتی که میخواد انتخاب بکنید، گزینه برتر شما باید همان دیانت باشد. و وقتی که ازدواج کردید، وقتی که زندگی مشترک رو تشکیل دادید، بعد از آن معیارهای دیگری هست و توصیه‌های دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن اشاره کردند که بنده بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله خدمت شما بیان اخلاقی هست. چه بسا اخلاق دو نفر که زندگی مشترکی رو با هم شروع کردند در بسیاری از موارد با هم دیگر تضاد داشته باشد و نپسندند اخلاق همدیگر رو. بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند لا یفرک مؤمن مؤمنه، هیچ مؤمنی یعنی هیچ شوهری و هیچ پسر و مردی نبادا از اخلاق همسرش و زوجه و زنش دلگیر و ناراحت بشود. به چه خاطر؟ بدین خاطر که همه واقعا این مورد رو دارند. شمایی که انتظار دارید که همسرتان و زنتان در تمام موارد دقیقاً مثل شما فکر بکند، مثل شما حرف بزند، اخلاقش دقیقاً 100% مثل شما باشد، شما تا چه اندازه در این فکر هستید که با افکار و سلایق و تمایلات همسرتون و اخلاق همسرتون همسو باشید؟ یک ارتباط دو طرفه هست. بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند لا یفرک مؤمن مؤمنه، شما از برخورد همسرتان، از اخلاقش، اگر با اخلاق شما تفاوتی رو داشته باشد و سازگاری کمتر داشته باشد، بدین خاطر ناراحت نشوید، افسرده نشوید. ان کره منها خلقا رضی منها آخر، زیرا اگر شما یک اخلاقی رو از همسرتون برای شما ناپسند هست، نمیپسندید، اخلاق دیگری رو میپسندید. اگر زن یک عیب و ایرادی داشته باشد، در طرف مقابل چندین حسن و نیکی دارد. شما به خاطر یک گزینه‌ای که برای شما ناپسند هست و ناگوار هست، اخلاق همسرتان را نپسندیدید، تمام خوبی ها و تمام احسانش را نباید زیر سوال ببرید و نادیده بگیرید. پس بنابراین معیار اول در انتخاب همسر باید تدین باشد، دیانت باشد، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند همسری متدین انتخاب کن تا اینکه در دنیا و آخرت انشاءالله سعادتمند و توأم با آسایش و آرامش زندگی بکنیم. و دیگر این که بعد از تشکیل خانواده هم مواظب باش که بتوانی همسرت را و شریک زندگانیت را تحمل بکنی و اگر اندک ناسازگاری در زندگی شما بود این را ببخشی بر اون و این را تحمل و هضم بکنیم. همین مطالبی که برای یک جوان و یک پسر در واقع و مرد مد نظر هست که زن مناسبی رو انتخاب بکند، زن دینداری رو برای خودش انتخاب بکند، همین دستور برای دختران هم هست.
همان گونه که به پسران گفته می شود که همسری متدین انتخاب کن، به دختران هم همین دستور داده می شود که همسری متدین انتخاب کن. شوهری که اهل دین باشد، اهل نماز باشد، پایبند به موازین شرعی باشد، اخلاق مناسب و اسلامی رو داشته باشد، چون این شوهری رو برای خودت انتخاب بکن. و این دستور هم برای خود دختران هست و هم برای اولیای دختران. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر خواستگاری اومد که اهل دین بود و اهل اخلاق بود، اخلاق زیبایی رو داشت، اون را قبولش بکنید و به عنوان شوهر برای دخترتون و خواهرتون و برای موکله خودتون آن را بپذیرید. این یک دستور شرعی هست، به همان گونه که به مردان گفته می شود که زنانی با ایمان و با اخلاق انتخاب بکنند برای خودشون، به زنان گفته می شود که مردان و شوهران با ایمان و با اخلاقی برای خودتون انتخاب بکنید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا تنکح الأیم حتی تستأمر. هیچ زن بیوه‌ای رو نباید به ازدواج بدهید مگر این که با او مشوره بکنید. قبل از این که بخواهید خواستگارش رو جواب بدهید و پاسخ مثبت بدهید، حتما با خود بیوه زن مشورت بکنید در این زمینه، ببینید که رأی و نظرش چی هست. ولا تنکح البکر حتی تستأذن. مبادا دوشیزه‌ای را و دختری را به ازدواج بدهید مگر آن که از او اجازه بگیرید. هیچ ولی، هیچ پدری اجازه ندارد که دخترش را بدون اجازه خودش و بدون رضایتش به همسری کسی در بیاورد. سوال کردند که یا رسول الله، اجازه گرفتن از دختر به چه معنی هست؟ گفت همین که اینو مطرح بکنید که فلانی به خواستگاریت آمده، اگر ساکت شد حرفی نزد، این معنی رضایتش هست. که امروزه فراتر از این بیشتر دختران این جرأت رو دارند که بگویند بله یا خیر، این فرد را، این خواستگار را قبول دارند یا قبول ندارند. بدون از رضایت و بدون از اجازه دختر هیچ پدری حق ندارد که دخترش را به ازدواج یک مردی در بیاورد. امام بخاری رحمت الله علیه در این زمینه در کتاب خودشون صحیح بخاری یک بابی رو دارند، یک بخشی رو عنوانش رو این گذاشتند که باب لا ينكح الاب و غیره البکر و الثیب الا برضاها. یعنی این که هیچ پدری یا هیچ ولی حق ندارد که دختر باکره و دوشیزه یا بیوهی را بدون رضایت و بدون اجازهشون به نکاح کسی در بیاورد. اما متاسفانه ما میبینیم که در بسیاری از جوامع و در بسیاری از شهرها و فرهنگها متاسفانه به زن ستم می شود. این حق انتخاب را از زن گرفتند. نه تنها حق انتخاب را، حتی حق مشوره را، حق اجازه را، حق رضایت را کاملا از زن غصب کردند و گرفتند. این حقی را که الله متعال به زن داده که پدر و مادر و ولیش نمیتوانند بدون اجازه اون را در نکاح کسی در بیاورند. شما که نمیخواهید با این داماد زندگی بکنید، این دختر هست که باید انتخاب بکند با چه کسی میتواند زندگی بکند. آیا چنین شوهری برایش مناسب هست یا مناسب نیست؟ متاسفانه بسیاری از اولیا و پدران معیارهایشون معیارهای دقیقی نیست. به خاطر مال و ثروت هست، مال و ثروت داماد را نگاه میکنند، یا جایگاه اجتماعی داماد و خواستگار را نگاه میکنند، مقام و منصبش را نگاه میکنند.
چه بسا جنبه دیانت را اصلا مد نظر قرار ندهند. و اگر دختری صرفاً دیانت را مد نظر قرار بدهد، این حق او هست که شوهری که برای خودش انتخاب می کند شوهری باشد اهل دین، اهل تقوا و اهل اخلاق فاضله باشد. پس بنابراین سعی بکنیم که در انتخاب همسر معیارهای دقیقی رو داشته باشیم که پایدار باشند و موجب زندگی سعادتمندی باشند در دنیا و آخرت. انسان بتواند سعادتمندانه زندگی بکند. همسری رو برای خودتون انتخاب بکنید، اهم از دختران و پسران، که معین شما و مددگار شما در راستای دیانت و دینداری باشد. اگر همسری با دیانت و اخلاق انتخاب کردید، مطمئن باشید که موفق خواهید بود، زیرا که این اخلاق و این دیانت او را از هر گونه ظلم و ستم و بی‌عدالتی باز می‌دارد. اما کسانی که صرفاً مال را نگاه بکنند، صرفاً جمال را مد نظر قرار بدهند، صرفاً و تنها حسب و نسب را مد نظر قرار بدهند بدون از دیانت و دور از دیانت، چون این زندگی شاید دوام نداشته باشد و سعادتی رو هم به همراه نداشته باشد. روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیح مسلم که ایشان می‌فرماید الدنیا کلها متاع، دنیا همه‌اش نعمت و متاع هست که الله متعال در اختیار من و شما قرار داده. و خیر متاع دنیا المرأة الصالحه، زن صالح، زنی که اهل دین باشد، اهل تقوا باشد و نیکوکار باشد، اخلاق زیبایی را داشته باشد، این بهترین نعمت دنیا هست. پس بنابراین هم دختران سعی بکنند که بهترین شوهر را و دیندارترین را انتخاب بکنند و هم پسران سعی بکنند که سراغ خانواده های متدین و دیندار و سراغ دختران دیندار و با اخلاق بروند و انشاءالله با چنین انتخابی زندگانی آنان در دنیا و آخرت تضمین خواهد شد و سعادت دارین رو الله متعال نصیبشان خواهد کرد. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.